با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که روز خوبی و باشه سر گذاشته باشین. مبحث امروز ما بر این اساس معرفی دو تا از دستگاهیه که هر تعمیرکار موبایلی بدون اونا نمیتونه کار کنه و باید از اونا این دستگاه رو داشته باشه. دو تا دستگاه عبارتن از منبع تغذیه و هیتر که اساسی ترین کار رو توی تعمیرات موبایل انجام میدن. یعنی این دو دستگاه، این منبع تغذیه است که دارید مشاهده میکنید. بین کارش اینه که 90% ایرادهای موبایل رو با این میتونید پیدا کنید، تشخیص بدید ایراد از کجاست و برطرفش کنید. داره دو قسمت آمپر و ولتاژ. این قسمت این سمتش که دارید مشاهده میکنید آمپر، ولتاژتونه ببخشید، با این قسمت آمپر. و این هم دستگاه هیتره که پمپاژ کردن هوای گرم و برداشتن و گذاشتن قطعات با این دستگاهه. هوای گرم رو به صورت سشوارمانه پمپاژ میکنه و شما میتونید قطعات رو روی دستگاه گوشی‌های موبایل بلند کنید و تعویضش کنید، تعویض قطعه رو. و داره مارک‌های مختلفی تو بازاره، اما همشون اکثرا یه کار انجام میدن و کارشون فقط تعویض قطعه است. اما منبع تغذیه، حالا در طول این دوره که تمام این آموزش هایی که داده میشه بیشتر با این دستگاه آشنا میشید و کارایی مهم اونو توی عمل هم میخواهیم دید. چرا که اگه این آمپر کشی دستگاه، ولتاژ اضافه، ولتاژ گیری تماما با این دستگاه انجام میشه و یک رکن اساسی تو تعمیرات. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. واسه امروز همین دوتا تا جلسه بعد. فعلا خداحافظ، شب بخیر.